مرد از قبل فهمیده بود که یک آس پیک زیر میز پنهان شده، اما با این حال تمام چیپ‌هایش را جلو هل داد. زن هم همه چیپ‌هایش را وسط گذاشت چون مطمئن بود برنده می‌شود. اما وقتی کارت‌ها رو شد، کارت او 1-2 بود و کارت مرد 3 شده بود. لحظاتی قبل مرد با مهارت دست کارت زن را عوض کرده بود و تازه زن فهمید با یک استاد واقعی طرف است. در واقع مرد و همراهانشون همگی استاد حقه‌های دستی بودند. در یک لحظه کوتاه وقتی کسی کت خود را درآورد، کارت از دست مرد به آستین همدستش منتقل شد و بعد با درآوردن کت، کارت داخل کلاه مرد قرار گرفت. سپس شریک زنشون کارت رو در لباسش پنهان کرد، اما در جریان یک بحث کارت ناگهان افتاد و همه توسط رئیس دستگیر شدند. وقتی رئیس فهمید مادر مرد به شدت بیمار است و مهارت او را دید، از آنها خواست کاری برایش انجام دهند. او عکسی از زنی نشان داد و گفت این زن قبلا $100,000 از او کلاهبرداری کرده و می‌خواهد پولش را پس بگیرد و اگر موفق شوند هزینه درمان مادر مرد را می‌دهد. به زودی 4 نفر هدف را پیدا کردند. دختری عمدن به زن برخورد کرد و وانمود کرد لباسش را تمیز می‌کند. در همین حین همدستی با انبر آماده دزدیدن کیف پول زن بود، اما مرد فریاد زد و مانع شد. زن برای تشکر آنها را به غذا دعوت کرد و گفت می‌رود غذا سفارش دهد. همراهان فکر کردند اعتمادش را جلب کردند، اما مرد حس کرد رفتار زن بیش از حد دوستانه است. در همان لحظه پیشخدمت چند بطری شراب باز شده آورد و آنها فهمیدند مشکلی وجود دارد و زن هم ناپدید شده بود. روز بعد مرد طبق اطلاعات رئیس زن را در حال بازی کارت پیدا کرد و او را متهم کرد که قدرشناس نیست، چون با وجود کمکش باز هم او را فریب داده است. زن او را به بازی دعوت کرد و مرد بدون تردید قبول کرد. آنها کارت‌ها را مقایسه کردند. مرد در ابتدا 3 و 6 گرفته بود، اما هنگام رو شدن به 3 و 8 تبدیل شده بود و فهمید زن هم مثل او استاد جابجایی کارت است. پس از باخت در 9 دور متوالی بالاخره نقطه ضعف زن را پیدا کرد و پیشنهاد داد همه چیز را در یک دور